سلام برادر غریب. این سپیدم ده یک قصه در این راه به خاطر من رسید. مکتب درس رفته است. معلم طلبه رو میگه مکتب ما مکتب نمونویه. خیلی اگه نفر تون خانه‌تون دیگه اشتراکی جنگ باشه مرحمت فقط دعوت کنین. جروبک ایتو سر میکنه. میبینی خانه آتش میگه در همه اولاد خمون یگان اشتراکی جنگ بود. میگه من خودم جنگ ده خدمت دیگه. میگه معلم گفت یگان اشتراکی جنگ باشه فقط بگیره مکتبه. میگه برام ساعت 10 میرم طرف بچهش. ساعت 10 تیم مایک میکنه سیم میداره خب بلد نه که سیم میداره. معلم میبینه دستو همون کلک زدگی کندی سینه دا اویه نوشتگی. میبخشن گفته شما کین؟ گفته ما پدری همین کس میشم. گفت که خانه دار یگان اشتراکی جنگ باشه بیا. گفته شما اشتراکی جنگین ها؟ گفته خیلی قصه که معلم همه خیلی بزه نگاه کرده بزه نگاه کرده. قصه را سر میکنن. میگه سال 1941 بود. جنگ در همی سرد جنگ ده. میگه همه خیلی شب و شب نمی سر کرد نمیدونی کجا بگریزی. نگاه کردم یه تانک موندگی رفت که دوری تانک دارم اومدم زمدید کردم. همه خیلی رفته استم کالریو کوی میکنم ای بالا نگاه میکنم نمیز چپیده سای دوری تانک میدارم ای پایانی تانک میرم منتا دویده سیان. پیشتر آدما می اومدن سالن برای ریمونت پلیس سگا میبیه. این خنده که بی این اینه خش ریمون کنی اومده. من این خدا زده بی رنگی ساوچه خیلی خنده همه زندگی خنده خدیزه بود. هر روز گریه کنی معنی نمیکنه. بیا یه بار دیگه میخندیم داری با دعوای تازه با مادر دعای خیر ما سفر داریم. درس رفته است معلم شتگی درس رفته است خیلی درس تموم میکنه آخران وظیفه خانگی میتیه میگه همه آدمیزاد در همه دنیای روشن چیه بینه که وز بجدد میشه. جبار رای همه قفا میخیزه میگه معلم بگم میگه گفت زن میگه زنه که ببینی وز بجدد میشه آدم دفت شو میگه سگره خدازده پگه پدرت خی بیا تا پا چه خیلی تربیه چه خیلی ببایی رسیدی پگه در سر میشه معلم خیلی جورنال پرونه رو تخصیص میکنه. جبار پرتی قفات ناس زدگی راحت ریزده. مگه جبار چی به پدر آمدی تو مکتب؟ مگه پدرم نخواست بیه. چی گفت پدرت؟ ایچی مگه من پدر ما گفتم که معلم پرسی چی دیگه چی رو ببینه آدم وز بجدد بشه. من گفتم زنه که معلم رو سر کرد که پدرت خی بیا. من گفتم پدر من نی پراویل نگفتم. گفتم اگه تو پراویل نگفتی نشید معلمی تو کنته